بوز زندگی شما چی است؟ باش اولا قصه بکنم باز میگم بوز زندگی ما چی بود. پیر خردمند و شاگردش برای تعلیم معنویات از شهر به شهر دیگه میرفتن. در مسیر راه به شهر رسیدن زنی مهربان کاسه شیری به دست پیرمرد داد و از اون دعوت کرد که شب در جوار او باشد تا از اون آنها بهره ببرد. شب که سر کار باز شد زن از بوز خود گفت ای که با کمک از او زندگی خودم میگذرانه و چقدر خوشبخت است که این بوز داره. نیمه شب پیر به شاگردش گفت برو بوزو بکش. شاگرد با تعجب گفت ما مهمان این زن هستیم چطور چشم میرس ما رو بخوش کنیم؟ پیر گفت مگر تو شاگرد من نیستی؟ کاری که میگم بکن. شاگرد با بیمیلی کار بوزو تمام کرد و نیمه شب از خانه زن بیرون شد. سالها گذشت و شاگرد مدام به فکر زن افتاد که چه بر سر او آمده باشد تا اینکه باز مسیرشان به همون شهر رسید. در بازار زن را دیدند که دکانی دارد، گندم و برنج و تکه‌های زرباف می‌فروشد. شاگرد با حیرت به پیر گفت استاد اصل ماجرا چی بود؟ پیر گفت من بازش را نکشتم که به او آسیب بزنم. او بیش از اندازه با بازش تکیه کرده بود و باعث میشد توانایی‌های خود را نبیند. بازش را از او گرفتم تا شاخه زیر پای شکسته شود و مجبور به پرواز و اوج گرفتن شود. باز زندگی من ترس از شروع بزنس بود و بیرون شده از منطقه امنم. اما فعلا در جایی هستم که این بزنس به شما توصیه میکنم. حالا شما بگین باز زندگی شما چی است؟